ادب خدمت بیننده های عزیز و ارجمند تلویزیون ورزش. گزارش مستقیم ما از جریان رقابت های روز اول گرند اسلم پاریژ منظور شما میگردد، جایی که این پهلوان سفید پوش سامان محمد بیکوف فعلا در حال کار در زمین یا در بخش نوزه در برابر حریف نوکارش از مغولستان اتگرل اورامبایر در حال مبارزه کردن هست. سامان محمد بیکوف ورزشگر جوان و امیدبخش تاجیک که 22 سال دارد، در این مدت این مراتبه 11 هم است که در گرند اسلم ها اشتراک میکند و از همین محل برگزاری مسابقات از جایی که نماد جدای اروپا به شمار می رود فرانسه خاطرات خوب هم دارد، چون که در سال گذشته در گرند اسلم پاریژ 2020 تا به مرحله رقابت های تسلی بخش یا همان آزمایش های رده‌بندی رفته بود، ولی در آن مرحله از حریفش از ازبکستان شکست خورده بود، همان تورایف حکمت الله. فعلا سامان در برابر این ورزشگری که اولین مراتبه در رقابت های فصل های جدای جهانی اشتراک میکند، ورزشگر 23 ساله مغولستان اورامبایر اتگرل، و با سبب کمکاری اولین کارت زرد یا شیدو به سامان محمد بیکوف، ولی به نظر می رسید که سامان تا اینجا فعال بود، ولی داور همین گونه قضاوت کرد. به هر حال از لحاظ داشتن قامت بلند سامان فرق کننده هست نسبت به حریفش. اجرای اصول های معمول سراپا در بخش نوکاوازه با این روش ببینید یک کوچگری بسیار با مورد و به همین ترتیب در بخش اسیکام وزه 10 ثانیه دیگر و با این شیوه توانست موفقیت به دست بیارد. اولین پیروزی سره در مدت 2 دقیقه و 14 ثانیه سامان محمد بیکوف حریف نوکار خودش را از صد راه برداشت و راه مبارزه را برای رسیدن به مرحله بعدی رقابت ها ادامه خواهد داد. در بخش نوزه یا کار در زمین هم ورزشگران ما رشد کرده ایستادند و همانگونه که سامان محمد بیکوف این عملکرد را به اوج اعلا رسانید. به همین ترتیب دوستان عزیز پیروزی اول سامان محمد بیکوف مبارک باشد. او به مرحله بعدی رقابت ها می رود در دسته وزن 73 کیلوگرم که جفت